به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دین مبین اسلام این دین بزرگ و دین پاک که من و شما را خداوند از محض فضلش به آن هدایت کرده و پیروی از آن را عنایت فرموده است، دین ادای حقوق و دین اخلاق حمیده است. دینی است که میگوید کاملترین مسلمان در ایمان و در تقوا کسی است که همراه با ادای فریضه های خداوند اخلاقش حمیده تر باشد، رفتارش ستوده تر باشد، حقوق دیگران که بر عهده اوست آن را به وجه احسن ادا نماید و با دیگران معامله نیک داشته باشد، به کسی آزار نرساند. در میزان و معیار دین ما شخص مسلمان کامل، شخص محبوب در نزد خدا و پیامبرش چنین شخص است. اخلاقش هر قدر حمیده باشد، رفتارش هر قدر نکوتر باشد، دلیل بر آن است که ایمان او کامل تر است. از جمله کسانی که دین مبین اسلام یعنی خداوند عزوجل و فرستاده‌اش درود و پیام خداوند بر ایشان باد ما را به معامله خوش با او توصیه نموده، امر نموده است، این همسایه است. دوستان عزیز، همسایه این معیار معین سازی درجه ایمانی من و شماست. یعنی طرز مناسبت ما با همسایه معین می سازد که ایمان ما در چه زینه بوده، دینداری ما چقدر بوده. امام بخاری و امام مسلم از نقل ابو هریره روایت کردند که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. هر که به خدا و به روز آخرت ایمان دارد پس همسایه خود را اکرام کند، حق همسایگی را ادا کند، با همسایه معامله نیک داشته باشد، به همسایه زیان نرساند، همسایه را ناراحت نکند. هر که به خدا و روز آخرت ایمان دارد پس چنین باشد، چون که از تقاضای ایمان است که چنین باشد. و اگر چنین نباشد یعنی ایمان او با رفتار او در تناقض است. امام ترمذی نیز از عبدالله ابن عمرو روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه و خیر الجیران عند الله خیرهم لجاره. بهترین دوستان نزد خداوند کسانی هستند که با دوستانشان خوب باشند، خوب معامله باشند، خوش رفتار باشند. و بهترین همسایه ها نزد خداوند کسانی هستند که با همسایه های خود خوش معامله باشند. پس همسایه کیست و تا کدام مسافه برای ما مردم همسایه محسوب می‌گردند؟ از حضرت علی روایت آمده که میگفتند: من سمع النداء فهو جارک. شخص از خانه تو اذان به گوشش رسد همسایه توست. و از مادرمون عایشه روایت آمده که میگفتند: حد الجوار 40 دارا من کل جانب. اندازه همسایگی 40 خانه است از هر 4 طرفی خانه اند. و بعضی دانشمندان گفتند مثل امام علوسی که این مبنا بر عرف و عادت است. یعنی هر جامعه برای خود عرف و عادت خاصی دارد در معین ساختن همسایه. همسایه نزدیکتر حقش بیشتر است، همسایه دورتر حقش کمتر می شود. بنابر نزدیکی و دوری اون شخص به خانه تو حقوقش فرق می کند. بنابراین مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها آنگونه که در صحیح بخاری آمده از فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ان لی جارین فالی ایهما اهدی. من 2 همسایه دارم، به کدامش هدیه فرستم؟ مادام یک هدیه باشد به یکیش باید فرستاده شود، کدامش اولاتر است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مادرمان گفتند: الی اقربهما منک بابا. همان همسایه‌ای که درش به دری تو نزدیکتر است، همان همسایه‌ای که درش به دری خانه تو نزدیکتر باشد او مستحق تر است، او ارزنده تر است به نیکی از آن همسایه‌ای که البته دورتر است. از حسن جوار این است که از طعام خود برای همسایه بفرستی و چون با همسایه روبرو شوی با چهره گشاده با او ملاقات نمایی، با او سلام دهی، سلام او را جواب گویی و با سر و صدای خود او را ناراحت نکنی. و اگر به کمک مادی یا معنوی نیاز پیدا کند در کمک رسانی او
هرگز کوتاهی ننمایی، چه در هر لحظه روز است یا چه در شب است، آماده خدمت او باشی. حتی فقیهان ذکر کردن که دیوار خود را نه به آن اندازه باید بلند نمایی که راه شمال را از همسایه، نور آفتاب را از حوله او باز دارد. حق همسایه دوستان عزیز در دین مبین اسلام تا اینجا رسیده که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام طبرانی روایت کردند، امام طبرانی و امام حاکم و امام ذهبی صحیح گفتن حدیث را، از ابن عباس روایت شده که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لیس المؤمن الذي یشبع و جاره جائع. مسلمان نیست نفری که خود سیر است اما همسایه‌اش گرسنه است. البته منظور مسلمان نیست یعنی مسلمانی کامل نیست، اصل ایمان در او هست، از جمله مسلمانان است، اما ایمانش ضعیف است، اسلامش ناقص است. کمال ایمان این است، کمال مسلمانی این است که انسان از حال همسایه خود آگاه باشد و اگر نیازمند باشد به او دستیاری دراز کند. در صحیح مسلم از ابوذر غفاری آمده که ایشان میگفتند این خلیلی صلی الله علیه و سلم اوصانی اذا طبخت مرقا فاکثر ماء ثم تعاهد اهل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف. میگفتند خلیلم یعنی دوستم، منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم، دوستم مرا توصیه کرده بودند که ای ابوذر هرگاه در خانه اگر شوربای بپزی فاکثر ماء، آب آن را بیشتر کن و به همسایه های خود چندی از آن طعامت برسان. حدیث دیگر معروف است در شأن همسایه که امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کرده اند. فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد میگفتند ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. پیوسته جبرائیل مرا به نیکی کردن به همسایه وصیت میکرد تا این حد که گمان کردم همسایه را روز میراث بر من میسازد. چنان همیشه و پیوسته نیکی کردن همسایه را به من وصیت میکرد، گمان میکردم که روز میگوید همسایه نیز با فرزندان تو، با خویش و نزدیکان تو از تو باید حق میراث برد، میراث بری تو است. تا این حد یعنی میگفتند جبرائیل مرا به نیکی کردن همسایه وصیت های تکراری میکردند. از عظمت و بزرگی این دین مبین این است که آن تأکیدهایی که بر نکویی همسایه آمده، توصیه های تکراری که آمده به شکل عام آمده، جدا نکرده که همسایه مسلمان است یا غیر مسلمان. بدین خاطر فقیهان و محدثان میگویند، اونگونه که ابن حجر مثلا ذکر کرده، اسم الجار یشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والعدو والصديق والقریب والاجنبیه. یعنی همسایه، نام همسایه در بر میگیرد همسایه مسلمان را، همسایه کافر را، همسایه عابد را و همسایه فاسق فاجر را. یعنی همسایه صرف نظر کیست، چه ملت است، چه جنس است، در چه درجه دیانت قرار دارد، بالای ما حق دارد. البته اگر شخص عابدی متقی باشد حقش بیشتر است، اگر مسلمان است حقش بیشتر، لیک حتی اگر هم غیر مسلمان است حقی همسایگی دارد. دین مبین ما را امر کرده که با همسایه یهودی است، نصرانی است، حتی بیدین است، باید معامله خوش داشته باشیم. عبدالله ابن عمرو صحابی بزرگوار چون در خانشان چاروای ذبح کردن به خاندانشان سوال کرده، پرسیدن اهدیتم لجارنا الیهودی، آیا به همسایه یهودی ما از این گوشت فرستادید؟ در ادامه گفتند زیرا من پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند همیشه جبرائیل مرا به نکویی به همسایه امر میکرد، وصیت میکرد. این حدیث را ذکر کردند. این قسمتی از همون آداب و اخلاق والای این دین است که خداوند عزوجل برای بنیاد یک جامعه سالم مقرر کرده، قانونگذاری کرده که مردم اگر این امرهای الهی را، این هدایت‌های قرآنی را پیروی کنند، البته که به سعادت دنیا و آخرت نائل می‌گردند.